در تاجیکستان از اول سال روان واردات وسایط نقلیات 8.4% افزایش یافته است، اما فروش اتومبیل‌ها در داخل کشور 5 برابر کمتر است. طبق اطلاع اویستا با استناد به وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور، میزان واردات وسایط نقلیات به تاجیکستان در 8 ماه سال جاری 213.8 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت همین دوره سال گذشته 8.4% بیشتر است. در همین سال میزان فروش ماشین در داخل جمهوری در همین دوره با 409.4 میلیون سومانی معادل 42.2 میلیون دلار برابر بوده است که 5 برابر کمتر از میزان واردات است. نوابسته از افزایش واردات وسایط نقلیات، فروشنده ها تاکید میکنند که طلبات در بازار داخلی ضعیف باقی میماند. ظاهراً افزایش واردات بستگی به واردات ماشین‌های سبک‌رو برای مسافرکشانی تاکسی و ماشین‌های بارکش برای عملی‌سازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده دارد. در کشور از جمله در پایتخت سالهای آخر شرکت‌های نقلیاتی زیادی پیدا شدند که به مسافرکشانی تاکسی مشغولند. این پدیده در شهرهای دیگر جمهوری هم تا رفت رشد می‌کند. قبلا به تاجیکستان اساساً ماشین‌های کهنه وارد می‌شدند که قیمتشان به مراتب کمتر از ماشین‌های نو است. ماشین‌های سبک‌رو اساساً از کشورهای ساحل بالتیک، اروپا و آسیا وارد کرده می‌شوند. در بازار ماشین‌های بارکشان باشد، استحصال کننده‌های چینی حرف اول را می‌زنند.